ولنتاین یک کشور خارجی به عشق معروفه و ما توی اسلام چیزی به نام ولنتاین نداریم. از نظر اسلام ولنتاین گناهه و این کارا چی میگم بدعت حساب میشه، گناهه و نباید انجام بدیم. اونم با این وضع مملکت که دلار شده 90 تومن و بخوای یک ساعت کالو بدی باید 10 میلیون کنار بذاری. اونم ساعت معمولی رولکس رنگ طلایی. یه آیفون 13 پرو مکس بدی باید 100 میلیون تومن پول بذاری کنار. از چی؟ خیلی گناهه. همین پول رو ببر به ننت بده، بوات بده، عاشق بده، اینا بده، کمک به دور اطرافیات، به کسایی که ندارن. دلیل نمیشه که برای یکی باید کادوی آنچنانی بگیری که تو چشم بیاری. همین رو میتونی کادو بگیری، به فقرا کمک کنی، به افراد مستضعف کمک بکنی، به کسایی که نیاز دارن. اون ولنتاین دیگه یه ولنتاین واقعی برای شما و هم در این دنیا و هم در آن دنیا یه سوابقی کسب خواهی کرد.